با یکی ازدواج کنم، پدرش یا مادرش اختلال افسردگی داره، نمیدونم چند درصد احتمال داره همسر منم بگیره، میترسم. واقعیت این ماجرا یه ذره استرس آوره. کلا اختلالای روانپزشکی یا عامل محیط توش تاثیر داره یا عامل ژنتیک تاثیر داره. ما میگیم ژن میاد ماشه رو پر میکنه، محیط ماشه رو میکشه. شاید واسهتون پیش اومده باشه که 2 تا خانم رو ببینی که مادرشون فوت کرده، یک کدوم وقتی دوران سوگ رو میگذرونه حالش بهتر میشه، یک کدوم افسردگی خیلی شدید میگیره. اونی که افسردگی خیلی شدید میگیره دقیقاً همون آدم است که ژن رو داشته، فقط منتظر یک استرسور محیطی بوده، منتظر این بوده یه چیزی تو محیط فعال بشه اون ژن خودش رو نشون بده. اما یه سری از اختلال‌های روانپزشکی احتمال ژنتیکی بودنشون بیشتره. شاید خیلیاتون اسم اختلال 2 قطبی بایپولار دیسوردر رو شنیده باشید. همون مدلی که از اسمش مشخصه 2 تا قطب داره. یه قطب افسردگی و غمگینی و همه اینا، یه قطب شادی و خوشحالی و مانیا. این اختلال احتمال 80 تا 90% عامل ژنتیک توش تاثیر داره. متاسفانه یکی از مشکلات اینه که این اختلال خیلی وقتا تشخیص داده نمی شود. چرا؟ فردی که اختلال 2 قطبیش با فاز افسردگی شروع شده و سالها یا سال این افسردگی ادامه داره، ممکنه تشخیص اختلال افسردگی گرفته باشه. سالها داره داروی افسردگی مصرف میکنه. ببین 2 جا احتمال داره به ما کمک کنه که این تشخیصه برگرده تو 2 قطبی. یه جا این آدمه میگه ببین من دیگه دارو افسردگی روم جواب نمیده، هر چقدر میخورم حالم داره بدتر میشه، پس میایم بررسی میکنیم احتمال داره تشخیص 2 قطبی بگیره. یه جای دیگه این آدم یه بچه 19 ساله داره، یه دختر یا یه پسر، دختر پسرش رو میاره پیش ما، 2 قطبیش با علائم شیدایی شروع شده. وقتی بچه 2 قطبی رو با علائم شیدایی تشخیصش رو گرفته، این پدر بررسی میشه. احتمال داره که پدرم دقیقاً اختلال 2 قطبی داشته باشه. 20 تا 30% کسایی که تشخیص اختلال افسردگی میگیرن در نهایت منجر میشه به تشخیص 2 قطبی. و عامل ژنتیک توش خیلی مهمه. یعنی اگه شما پدر دارین، مادر، برادر، خواهر که اختلال 2 قطبی دارن، اگر دیدی تغییر کرده یه سری چیزاتون، خلق تغییر کرده، ساعت خواب تغییر کرده، یه دفعه لحاظ جنسی خیلی فعال میشی، یه دفعه خیلی میای پایین، همه این تغییرات رو باید واقعا جدی بگیری. یعنی مراجعه کنی که اگر یک اختلال توی شما وجود داره، بری توی درمان که خیلی سریعتر اتفاق بیفته. اختلال بعدی که احتمال ژنتیکی بودن توش زیاده، یعنی 80% به بالای، اختلال اسکیزوفرنی هستش. این اختلال توی مردها توی اواخر نوجوانی تا 20 سالگی شروع میشه، توی خانومها توی 20 سالگی تا 30 سالگی خودشو نشون میده. ببین جدیداً پدرت، مادرت، بچه شما، هر کسی داره یه سری چیزهای عجیب و غریب میگه. معمولاً اختلال اسکیزوفرنی با یه توهم و با یه هذیان شروع میشه. توهم ممکنه دیداری باشه، یه سری چیزا رو ببینه که شما نبینی. ممکنه شنیداری باشه، بشنوه شما نشنوی. حسی باشه، بگه ببین یه چیزی رو دستم داره راه میره ولی واقعاً چیزی وجود نداره. ممکنه هذیان داشته باشه، بگه آره تو دندون من یه سری دوربین کار گذاشتن، میخوان از روسیه بیان منو به عنوان جاسوس بگیرن. توی غذای من شما سم میریزی که منو بکشی. هذیانا ممکنه متفاوت باشه. این هذیانایی که گفتم هذیان پارانوید بودش. ممکنه یه هذیان داشته باشه، هذیان بزرگنمایی، بگه آره من الان رئیس جمهور فرانسه هستم. پس شما با یه سری از چیزها میتونی شک کنی. اگه خواستی فیلم بیوتیفول مایند رو، فیلم ذهن زیبا، میتونی برای این موضوع ببینی، برای موضوع اسکیزوفرنی یه ذره واسط قابل درک بشه که علائمش میتونه چجوری باشه. پس اگر همچین علائمی رو دیدید شک کنید. ببین ما خیلی وقتها مشکلمون تو این اختلال ها اینه که افراد دیر مراجعه میکنن. اگر شما یکی رو دارید تو خانواده الان اسکیزوفرنی داره، یکی دیگه اولین علائم رو نشون داد، واقعا باید مراجعه کنید چون ژن توش خیلی قوی هستش. اختلال بعدی که ژن توش قوی هستش، احتمال داره 80% به بالا وجود داره عامل ژنتیک، اوتیسم هستش. بچه های اوتیسم رو شاید خیلیاتون دیده باشید. بچه های اوتیسم کسایی هستن که
هیچ ارتباطی نمیتونن برقرار کنن. خیلی هاشون شاید بچه های خیلی خشمگینی هستن. پدر مادر مراجعه میکنه بچه تمام صورت مادر رو زخمی کرده، مادر رو زده. بچه هایی هستن که ضمیرها رو نمیتونن به درستی به کار ببرن، یعنی من و تو رو نمیتونن درست به کار ببرن، تشخیص خیلی نمیدن، کارهای روزانه بچه انجام نمیشه. پس اوتیسم هم احتمال داره 80% به بالا عامل ژنتیک توش باشه. اگر یک سری رفتارهای توی بچه ها میبینید حتما مراجعه کنید برای تشخیص. ببین خیلی وقتا شما مراجعه کنید من یه مشکلم با مامان باباها اینه که مامان باباها از این که به بچهشون انگ بزنی، انگ ADHD بزنی، انگ اوتیسم بزنی، کلا خوششون نمیاد، میترسن، مقاومت میکنن و سعی میکنن خیلی وقتا رفتارهای بچه ها رو عادی سازی کنن. نه، خیلی وقتا عادی نیستش. ببرید، یا به شما میگه هیچی نیست، اوکیه، یا به شما میگه نه این مشکل رو داره، باید درمان بشه. هر چقدر درمان سریع‌تر اتفاق بیفته خیلی بهتره. اختلال بعدی که عامل ژنتیک توش 70% به بالا تاثیر داره اختلال ADHD هستش. اختلال ADHD یا اختلال بیش‌فعالی خودش رو میتونه به صورت عدم تمرکز نشون بده، به صورت اختلال بیش‌فعالی حرکتی نشون بده، یا میکس هر دوتای اینها. این اختلال از این اختلال هایی هستش که وقتی بچه رو میارن پیش ما و ما تشخیص ADHD میدیم، میگیم ببین احتمال داره مامان بابای ADHD هم داشته باشد. خیلی وقتا شما میبینی بابایی که ورشکستگی های زیاد داره، اعتیاد داره، میگه من اصلا تمرکز ندارم، 80 تا شغل تا الان عوض کرده، دزدی کرده، همه این کارا احتمال ADHD وجود داره. خیلی از آدم ها تا 40 سالگی زندگیشون رو به خاطر ADHD های تشخیص داده نشده از دست میدن و بعضی وقتا وقتی بچه به ما مراجعه میکنه تشخیص ADHD میگیره و از بابا و مامان سوال میپرسیم، یه سری علائم اینجوری توشون میبینیم، میگیم پس احتمال اینکه بابا ADHD داشته باشه وجود داره و خود بابا هم همزمان میره تو پروسه درمان. ماجرای ADHD یکی از مشکلاتی که داره اینه که بچه ها رو مامان باباها خیلی دیر میارن. مثلا حرفش هم اینه، مامانه میگه آخه باباش هم وقتی بچه بوده میگه من اینجوری بودم. ببینید باباش هم وقتی بچه بوده این علائم رو داشته، اون موقع اصلا تشخیص داده نمیشه. از یه جایی به بعد فضای ADHD اصلا زیاد شد، انگار حالا دیگه همه تشخیص ADHD گرفتن. نه، از یه جایی به بعد خب پدر مادرها بچه هاشون یه دونه شد، نمیدونم اومدن اهمیت بیشتری به بچه ها دادن، بچه ها رو بردن برای درمان. از اونجا به بعد خب این ماجرا تشخیص بیشتری داده شد و الا قبلنی هم که بود همون اندازه وجود داشتش، فقط تشخیص داده نمیشدش. مرسی از اینکه ویدیو منو دیدید. اگر دوست داشتید حتما کانال منو سابسکرایب کنید. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.